زنهایی که بیگاهی ها در تک دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میته و تو میبری و خیلی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتا خبرشون یک هفته بگرد آخی بشینه ببیویا چی گپه که مردم میگذرن پروا نداره که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم بعد میکنه همه جاشون میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشه قدرتی نظر میکنی با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه با زن یاش میاره مر میبری خودت بخیر چای بیار روخی این قدرتی خدا این تعلیم از قرآن دور ماندیم از حدیث دور مانده دیوس بیناموس میشی خداوند خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دیوسی داره کسی گوشت خوب میخوره دیوس زنش در پیشش آشنایی میکنه پروا نداره دخترش آشنایی میکنه پروا نداره دیوس میشی عرق آدم بیناموس میکنه دیوس میکنه همین که بعضی نمیفهمون بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میره خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی این روز تو میمری اول خود عرق نخری این مسخرگی روی خودش پیان میای خونشو طلباش میبینن با طلباش میگه این دیوانه روی خودش بیگه مست بوده با ما رو میگه گناه نکن این مردم چی کار کرده شما با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی برای این سبب بعض قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن یگان غزل میخونن بعد دعا میکنیم من بسیار خوشحال هستم خداوند شما را به ناموس بگردانه من الحمدلله شکر نام الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنه یک کس هم زنش به سطر بکنه من خوشحال میشم الحمدلله خوشا به حالی و جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو همه کارو میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن دختر جانش تربیه بکنه دخترش بگو دختر جان من تو را دوست میدارم من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون رو دوست بدارن پدراشون رو دوست بدارن اگر همین رفتارمون باشه در ریگر مسافرخانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافرخانه میپرتوین کسل شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خونش نمیاره چرا زنم به معقول نی مرد زن تا معقول نی پگختم خیلی میشی زن به معقول نی ما در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاستو کم در گردنش بود بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود چند بچه داره 6 بچه دارم ترا چرا جا بردن که نام به معقول نی کجاشی ناموسی تاجیکی کجاشی سمدارای تاجیکی کازینو میسازن یهودی ای خودی او پر دنیا آمده تاجیکا رو کافر کردیسه کجاشی دی پولدارای حرام خوری گیره فروشا که تاجیکا رو یاردن بکنن کجاشی زکات انداز زکات بدین $100,000 $2,500 باید زکات بدی بازی میلیون دلار در تاجدار لو زده میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000 تاجستانی ما تماما سیر پوری میشه نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه حرام است صدقاتش